فستیوال آزمون تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2023. تصمیم و آمادگی اهل هنری ناحیه فیض‌آباد برای در سطح بلند برگزار نمودن دوره ناحیوی فستیوال آزمون تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2023 که در قصر فرهنگ ناحیه با اشتراک سرشمار ساکنان و مهمانان و حکمان دایر گردید گواهی از آن می‌دهد که کارمندان بخش فرهنگ ناحیه برای در سطح بلند برگزار نمودن فستیوال آزمون آمادگی خوب گرفتند. از روی گفته حکمان در برگزاری دوره ناحیوی فستیوال آزمون تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2023 ناحیه فیض‌آباد کارمندان بخش فرهنگ اشتراکچیان را بیشتر از دهات دریافت نموده با این وسیله صاحب استعدادهای نو را به فستیوال آزمون جلب نمودند. با اطمینان گفتن ممکن است که پدیده‌های نوی به فستیوال آزمون راه یافته در آینده همچون صنعتکاران ورزیده به کمال رسیده در رشد فرهنگ ناحیه سهمگذاری می‌نمایند. مقصد اساسی برگزاری فستیوال آزمون نمایش دادن دستاوردهای هنری و فرهنگی و هنرهای مردمی بوده. موضوع محوری آن انعکاس روحیه خویشتن‌شناسی، وطندوستی، افتخار ملی، فیض و برکت استقلال دولتی، ترغیب ارزش‌ها و میراث پرقناوت فرهنگ ملی، وحدت و یگانگی و دوستی میباشد. در دوره ناحیوی فستیوال آزمون تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2023 حکمان و برنامه رنگین و جالب اهل هنر ناحیه فیض‌آباد بهای بلند 114 بال دادند. واقعاً صاحب استعدادها در هر دور و زمان از دهات می‌برآیند. برای صیقل دادن مهارت و استعداد پدیده‌های نو شرایط مساعد فراهم آوردن ضرور است و این هم بنیاد نوسازی مؤسسه‌های فرهنگی در جماعت و دهات و توجه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های مملکت به انشاءات فرهنگی ضرور دانسته می‌شود. محمد علی عبدالکریم، شهباز غلامزاده، فیض‌آباد اخبار.